کسی که حوض دخی میخوره پشیمون نمیشه، کسی که بدتر میخوره پشیمون میشه. من بیا برادر. شفیدم دیگه بلای. یک دخی میخوره دو دخی میخوره قدرتر. اینک دوستان عزیز در برنامه ما یک دودرک عزیز یعنی که در شهر خوجند امروز قرار داریم. یک دودرک عزیز ما میخواهد که در برنامه ما اشتراک ورزند. پرسان میشویم از دودر عزیزمون. سلام علیکم. نام شما؟ یوسف. نامتون کی؟ یوسف. یوسف جان دودر عزیز ما از کجا میشوید؟ دمچو. از ماسچو. دودر ما برنامه ما را تماشا کرده است و میخواهد که در برنامه ما امروز اشتراک ورزند یعنی که پرسیدنی زنند. شما پسر کی میشین؟ شهرزاد. شهرزاد؟ پدرتون چیکاره است؟ بیزنس میکنه. اوه چی بیزنس میکنه؟ دشت. چی میکنه؟ دشت موشین میکنه در فروش. موشین گیری فروش. زنده باشه دودر از ما. اینک اگر آماده باشه یعنی که تیار هستی دودر جان؟ تیار باشن اگر آماده باشن دودر از ما پرسیدنی زدن آغاز میکنن. همه کسا خواهش میکنیم که دستگیری میکنیم دودر و میبینیم که چقدر از عهده پرسیدنی زدن میبراید و چند دونه پرسیدنی میزند. آماده ایم؟ تیاره ما؟ حاضر حساب میکنیم؟ پرسیدنی زدن سر میکنیم. مایلش؟ تیار شد. تیاری؟ رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 82 83 84 85 161 162
بزا 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 شکر هم بگذارید شید بخواه شکر جون یوسف جون یه مینوت میدوی بو ها میتونی دویده یه مینوت کشوت کنیم بچه ها یک مینوت کشوت کنیم رفتیم اونجا را کشوت کنیم بیو رفتیم زینده باشه یوسف جان دوداری عزیز ما 213 دونه پرسیدنی زد یعنی که در شهر خوجان شکرلو جان بودن که اولین بار 250 دونه پرسیدنی زدن و هم توانستن که بیدوان. تو چند ساله هستی؟ من نمیدونم. ای نمیدونیستی؟ خلاص یا 5 یا 6 ساله کودک هستن یوسف جان دوداری ما یعنی که 213 دونه پرسیدنی از عهده زدنش برآمد و توانست که چند قدر دیگر بیدوان. یوسف جان را تبریک میکنیم باوری داریم که رکوردی برنامه ما را یوسف جان صاحب می شود در آینده در رکوردی ما میبروی مالادیس آمودگی را سخت میبینیم انا یوسف جان نباشد برای اشتراک کردنش خلق زنده باشید ببینید برادران عزیز و اون نفرانی که در کامنتاری می نویسند که 200 دونه زیاد هستند اون نفرانی که تنبل هستند البته همون نفران می نویسند دوداری ما یوسف جان توانستند که 213 دونه پرسیدنی را به این سین سال بزنند و شاهد این حال انامین مردم شهر خوجند هستند که دوداری ما یعنی که 213 دونه پرسیدنی زده توانستند. باقی زنده و سربلند باشید همیشه با ما باشید برنامه های نو در آینده پیشکش شما میگردد. زنده باشید.